برادرای تاجیکستانی من، خواهرای تاجیکستانی من دیدم شما منو فالو میکنین، فدای شما من بشم، جیگر شما رو من برم. من با بچهای افغانستان خانه یکی هستیم، یعنی سفره یکی هستیم. ایران هم که دیگه خب هر جا برم با خودمون میام دیگه، ما ایرانی ها با هم هستیم. آره برادرای تاجیک، خواهرای تاجیک من، خیلی به من لطف دارین. من عاشق زبان زیبای فارسی اصیل شما هستم و امیدوارم یه روزی بتونم فارسی رو انقدر زیبا و روان و شسته و رفته و زیبا از تمام قلبم فارسی صحبت بکنم و یه سری کلمه‌های عربی که اینا در وجود ما تو این چند سال کردن و از ذهنم پاک بکنم و از ته قلبم فارسی صحبت بکنم. میگم اما کجا هستی تو؟ من چند بار اومدی دم در، آمار تو من دادن، نمیخوام ناامید بری. کجایی؟ برادر من، برادر تاجیکستانی من که هلوهوش میگفتن 700-800 هزار تو فالوور داری، هم تاجیکستانی دوستت دارن. چند بار اومده بودی گفتن یه چیزی کناف، نمیدونم یه چیز تاجیکستانی که مال تاجیکاست میخواستی برای من بیاری اینجا، به من آمار دادن دور و بر خونه من. فردا هم اینجا بپرک داداش من ببینمت. میگن چند بار اومدی، میگن چند بار اینجا نشسته بودی، عکستم برای من فرستادن، یه کیفم رو دوشته. من دوست ندارم تو ناامیده اینجا بری. اگه اومدی چند روز وقت زندگی رو داشتی منو ببینی، فردا هم اینجا باش میام سراغت، نازتو برم. کوچیک بچهای تاجیکستان هستم، خاک پای همه شما. آره